ولی به حال من نگر. این چی حال است؟ از تو عذر نپرسیدم، از دستت گرفته به خانه‌ات بیا گفته نتوانستم. به شرف کلتکل است، به کدام سوراخی در آمده ای؟ من تو را دستگیر میکنم به شرف، دستگیرت میکنم به شرف. دامولا ایستا، به شما احتیاج دارم. دامولا ایستا، به نصیحت شما احتیاج دارم. نروید. اوه، کمی پیش ما را تعقیب میکرد، حالا باشد ما را نمیشناسد. معنی شده است مگر؟ همه‌ش از برای تو. نفهمیدم. هر قدری از پشت کلتکل است میدوم، هیچ او را دستگیر نمیکنم. جناب گوش کنید، چنین نگویید. شما از پس آدم گپ زده ایستادید. آدم را از پسش غیبت نکن که گناه عظیم است. در اینجا در فکر و خیالم همیشه او هست و هر کسی را نظر نکنم او را کلتکل از خیال میکنم. به خدا همه کلتکل است. ببین، به تو هم وقتی نظر میکنم گاه کلتکل است گاه دومالله. شما هم خطا میبینید و هم خطا فکر میکنید محترم. نزد دکتری چشم روید. همسرم مرا ترک کرده، گفت که یا من یا کلتکل است. او راست میگوید. کلس را یک طرف گذار و رو روی همسرت استراحت کن. او الکی من را قبول نمیکند. البته قبول میکند. شما یک بار رفته از روی صدقا موضوع پرسید قبول میکند. میبخشد. عشق همه چیز رو میبخشد. برمیگردد. تشکر زیاد بابای ملا. استغفرالله. با آدم گمراه و کسانی که خطا میکنند راه نشان دادن وظیفه ماست جناب. خیر میلش، من کار دارم، باید در راه روم. شما باشد با این حالتون و پیش همسرتون نروید. رفته خودتون را هوشیار کنید، بعد روید که عیب میشود. میلش دام الله. خیر، شب خوش. دام الله. شما بسیار هم انسان خوب بودید. میدانم. بگذار گفته شما باشد. دام الله نرو. بیا رفته یک قهوه نوشیم. بیا. همینش نمیرسید. این رو بینید مرا نمیشناخته است. نه، من باید زود روم که نمازم قضا شد. دام الله می استادید 50 تای قهوه می نوشیدیم. اینجا بیا. برادر جون. شوکت، خوب هستی؟ تو اینجا چیکار میکنی؟ تو به خارجه نرفتی؟ نه، رفتم نتوانستم. به سرم بلا آمد. چی رخ داد برادر؟ به سرم بلای بسیار آمد. بیا رویم از اینجا. چی بلا شد گپ زن؟ شوکت،
رفتن نتوانستم و باز تا تیار شدن شناسنامه انتظار شدن در کار. خوب شد، من بسیار خرسند شدم برادر. ای خدایا تو چی ها گفته ایستاده‌ای؟ من باز در اینجا میمونم. باز خوب شد برادر، از فرصت استفاده برده با زهره خانه‌دار میشوی. من تو رو نمیفهمم برادر. تو چرا در چنین وقت گپ‌های بی منطق را میزنی ها؟ یا خدایا توبه، به نازهای این مرد نگریده. تو این دختر را دوست نمی‌داری مگر؟ یک روی رو یک طرف گذار، این خیلی کاری امر خیر را تیزتر کردن لازم. سفسطت نگوی، ازدواج ساخته کجایش کار خیر است ها؟ تو این دختر را دوست نمی‌داری برادر؟ احمق. بلکه شاید به ما معقول است تو هم دیوانه در حال عشق و محبت گفته ایستاده‌ای. یعنی کمک معقول است، نه کمک معقول است. یعنی اگر او با کسی دیگر خانه دار شود تو نمیرنجی؟ چه ها گفته ایستاده‌ای؟ چه خیلی خانه دار شوی کی به این جرأت میکند؟ در چشمانی که دست رد و برق موج میزند. گپی مرا گیری زودتر خانه دار شو، ناز نکن. تو با اون دختر موافق هستی، زودتر توی کن دختر را. مایلش گوش کن. تمام. خیر دیری بد شد، رو پا گوبا میخوریم. با کجا روم؟ چخیل با کجایی که خواهی رفتن گیر؟ با کجا روم آخی؟ با کجا روم؟ در این ساعت یگان جای میرفتگی هم هست مگر؟ اما شوکت همیشه یک پرابلم میکنی. عیب است آخر. چه عیب است؟ کاری کرده ای تو عیب است. در این نیم شب من کجا میروم؟ من جای رفتن ندارم. یک طرف بیست برادری را فراموش نکن. شوکت درد خودم کم بود که باز تو آمدی. چه گپ؟ در محکم است. مرحمت آقای شوکت، کلیدی خانه‌ات را گیر، در دست من است. تشکر برادر جان. من از این کلید باید یک تکنم. البته. تا تو نگویی که از اینجا را من به هیچ کجا نمیرم برادر جان. سلامت باش. توبه، در حیاتم تو بر این انسان بی شرم و حیا رو ندیده بودم. چغتای تو درباره جمامت خیلی پیشنهاد خوب کردی. برای زهرا این بسیار هم جشن زیبا خواهد شد. این آدم چرا اینجا زود می آید؟ زهرا جان این رو خودت حل کن. من دیگر با چغتای سر کار گرفتن نمیخواهم. زهرا بیا دخترم بیا ببین. چغتای برای تو بسیار هم مراسم زیبا فکر کرده است. به مناسبت 3 سالگی شعبه معماری و همکاریتان چغتای میخواهد به شب نشینی روید. همینطور. زهرا این رو همچون یک هدیه خوردک قبول کن. خوشبختی ها خواهم. تشکر زیاد آقای چغتای، هم برای گل ها و هم برای دعوت نامتان. اما متاسفانم من آمده نمیتوانم. معلوم که به توی تیاری میبینم. آمده نمیتوانم، عذر میپرسم. این خیلی نمیشد زهرا. مگر چون این پیشنهاد را رد میکنن؟ بابا جان اشتراک میکنی؟ یگانه اعتراض نمیخواهم. ببین او بسیار انسانی حیله‌گر است. برای به دست آوردن ثروت آقای اکرم همه کار را میکند. زهرا را فریب کرد. آقای اکرم پیش از مردنش اگر یک وصیت نامه نویسد او همه را صاحب میشود. قرار خانه‌دار شوی زهرا مرا چقدر خرسند کرد فهمانده نمیتوانم. و من گویا تمام دنیا را بخشید. ای بابا جانم جانم. خرسندی زهرا را در چهرهش میبینم. بله بسیار خرسندم. چقدر پسرم تو که خانه‌دار میشوی؟ ببین مانند چوجه تنها عمر به سر بردن ناممکن است. در آنجا چیگاه باشه؟ دیوانه بی عقل، دیوانه کله و رم.
اگر دختر رو رد کنه و دیگر کس رو میوبد. ای زهرا، با این راه نمیدیم. بغیر از من با هیچ کس خونه دار نمیشوی. زهرا، داماد چی شد؟ چرا ایستاده ای؟ کمی صحبت کردن نتوانیم. بعدش میایم با اجازت شما. دستتون رو گیرم. گل را گیرم آقای اکرم. گیر. شما جفت دانا جدا بودن نمیتوانید زهرا خانم، یعنی چی در اصل؟ بگویید. در اصل چی؟ یعنی چی خیلی فهمونم؟ یعنی من وای مسئله خونه دار شوی ساخته بود که دوباره فکر کردم که یعنی حاضر شما رو در این حالت تنها گذاشتن اونقدر خوب نمی شود. یعنی چی؟ بله، من تکلیف خونه دار شوی ساخته رو قبول می بشوخی. دامولاسیا من بسیار عذر میپرسم برای آغوش کشیدنم. من خیلی خرسند شدم. چی کار کردنم رو ندونستم. اگر در حقیقت من خدا دار میشدم اینقدر خرسند نمیشدم. باور کنید من رو شد کردید. نه، یعنی حالا اینقدر تیز خرسند نشوی. تشکر زیاد. در حدیثی آمده است که همیشه با احتیاجمندان باید کمک کرد. رقم های تلفنات رو قید میکردید؟ خوب، من قید میکنم. مرحمت. زنگ زدم. قید میکنم. سلام، من با تو صحبت کردنیم. چی بود پای حله؟ سلام، التماس با من دروغ نگوی. این مسئله خانه‌دارشوی زهرا و مناسبتش از کجا اینقدر زود پیدا شد؟ یک دیگرشون رو دوست می‌دارن. ما چی گفتم میتوانیم اپای حله؟ اینها رو یک طرف گذار. عقلا تو این خیلی گپ نزن. آخر سلام چی خیلی دوست داشتن؟ دختری که اینقدر وقت محبت میجوز، یعنی در این 2-3 روز چی خیلی میتواند به همین داملا عاشق شود؟ چونانی که در فیلم‌های عاشقانه دیده حلاوت میبریم، چرا در حیات زهرا همین خیلی نشود؟ هر دوی آنها جفتی مناسبن بوبی. وای با عاشقانیگر هیچ به این باورم نمی آید. اپای زهرا با داملا زیا عشق غیر امکان. ترسون با من. چه؟ ترسون اشکی؟ نه، ترسون با سری من. های هیچ گب نه. کنی گو کیست او؟ کنی گوی. خیر، تا بازدید. اوف.
پسر تو چیکار کردی؟ دیروز خواهش این شاگرد شیطان رو رد کردی، امروز باشد باز قبول کردی. کلاس این چیکاره بود که تو کردی مگر دیوانه شده ای؟ می توانیم به خریدن لباس عروسی شروع کنیم چون که زهرا آیله دار می شود. وای این رو بین زهرا جون هیچ باورم نمی آید. من رو نمی پرسی، من هم همین خیر. به خدا چی گویم، امیدم رو از داملازیو کنده بودم، تنها به خاطر زیخ نشدنی تو شکر نمی کردم. من هم سری، من هم پگاه رفته همش رو به بابایم فهموندنی بودم. برای من یک معجزه شد، لیکن بسیار خوب شد. یک چیز رو نفهمیدم، چرا داملا زود فکرش رو عوض کرد؟ نمیدونم، به فکرم تنها نیکی کرد. ها؟ یعنی تنها برای نیکی؟ دیگر چی میشد که؟ به خدا من هم نمیدونم زهرا جان. داملازیو بسیار آدمی با وجدان بوده است. به فکرم همین طور. فراموش کردم پرسم چرا آمده بود؟ به تو نگفت مگر دعوت میکرده است. چه دعوت؟ یک جای کار کردنم رو 3 سال شده است، به همین خاطر دعوت کرده است. این قدر شد مگر؟ خیر دعوت است. با داملا دستی به دست کردن میروی؟ من رفتن داملا رو فکر نمی کنم. او در بین همکارانم چیکار میکند؟ ناراحت میشود. دعوت نمی کنی؟ نمیدونم. دعوت کنم؟ دعوت نمی کنم. دعوت کنم؟ من از کجا میدونم؟ وقتی که چغتای رو در نزدیک دیدم دلم قریب کفت و خودم رو گم کردم. برادر خودت رو گم نکردی، دلت تو رو به آنجا برد. دلت تو دمت را گیر، چی دل پیل گفته ایستاده ای؟ چی علاقه دارد؟ همین که شناسنامه هم را گرفتم از اینجا گریخته میروم. من چی کار دارم با آن؟ هیچ گپ نه برادر، دختر رو همراهت میگیری بعد مسئله حل میشود. دختر هم بسیار کوشش دارد که همراه من گریخته رود. ای خدا جان مرا ببخش. انا گپ در کجا بوده است؟ تو چی را فهمیدی؟ فهمون تو ما هم فهمیم. برادر من هر روز تو رو پر کرده به نزد دختر رمون میکردم که فکر میکردم که اون دختر نیست تو رو دوست میدارد و به تو میل بسیار دارد، لیکن این دختر باشه در برادر جان یک بار در آینه به خود نظر کن، بسیار بینمود هستی. او برای همین با تو ازدواج ساخته برپا کرد. سختی بد رسید. شوکت دیوان گم شو از اینجا. سختی بد رسید. اگر خواهم دختر را از قفایم میدوانم مگر نمیتوانم؟ چی میخنده پسرم؟ کی؟ من خندیدم؟ نه رویم رو بین. 2 ساعت شد که خیخی کرده خندیده ایستاده ای. تو فکر میکنی که من اون دختر زردک رو از پسان دوانده نمیتوانم؟ دلم نمیخواهد. برادر جان من میدونم از دست تو کلتکیلس همه کار میآید، به همه کار قادر هستی، میفهمم. ای خدا شوکت، در عشق غیر امکان گفتنی گپ نیست. این رو در سرت جوی کن. نخند. چی میخندی؟ چی درد دارید؟ برادرم گلویم رو گرفت. روی آنت یا دروغ میگید؟ گریم اومد. گم شو، چای رو دم کرده بیاره. زهرا
شما با دامبلوزیو در مسئله خانه‌دار شوی گپ زدید؟ نه گپ نزدیم. آخر دامبلو پیشنهادم را نف قبول کرد. خوب میشد که هر چیز زودتر درباره این صحبت میکردید. درباره چی؟ در نزد آدمان چخیل رفتار، چخیل گپ میزنه، چخیل میخندید. درست میگوی سیلین. زهرا جان، آخر شما بازی کرده ایستادید و کسی باید اشکار نکنه. به همون هم اشکار نمیکنم. بین شما یگان قاعده و قانون بودنش ممکن. از کجا دانم؟ همه چیز رو باید پیشکی به نقشه گیرید. با دامولوزیو صحبت بکن. به همین هم قبول کرده است. یگان کس رو به شبهه نافتونید. اوف سیلین، اینقدر مشکلی بوده است؟ زهرا جان، چشمانی همه به سوی شمایند. راست میگویی. چنان حس میکنم که گویا اپم دائما مرا نظارت میکند. باید اشکار نکنم. خواه نخواه وقت شاید میفهمد. نپرس، مرا هم در این باره پرسپوس کرده ایستاده است. او به این ازدواج تماما باوری ندارد. یعنی هر دوی شما باید به این خوب تیاری ببینید تا که دیگرها از این پی نبرند. چی کار کنم سیلین؟ با دامولا دستی به دست کرده گردم؟ من از کجا دانم؟ اینش رو خودتون حل کنید. من این مسئله رو با دامولا زیاد چخیل حل کردنم رو نمیدونم. با چگونه وقتم رو گذراندنم رو نیز نمیدونم. مایلش، تو این مسئله رو با دامولا زیاد گپ زن. او حتما روی حلش رو میابد. چخیلی نباشد او هم به این کار داخل است. راست میگویی. مرحمت. بیایید اپا جان. زهرا جان، ما در تنهایی صحبت کرده میتوانیم؟ زهرا جان، من کمتر کار دارم. رفتنم لازم. اپا جان، عیب شد. اگر جیغ میزدید من خودم به نزدتان میبر اومدم. عیب مای برو، یک طرف گذار. زهرا همه را فریب کرده میتونی، اما مرا فریب نمیکنی. چه خیلی فریب اپا. خب گوش کن، من اجازت نمیدیم که حیات تو بسوزد. من میدونم که تو برای بابایم شده این ازدواج را برپا کردنی. این چی گپ؟ با بابایم یگان علاقمندی ندارد. با چشمان من نگر. خانم چه؟ من تو را خوب میدونم. اونقدر آدم ها از پشت تو دویدن، با یگانتش نگاه نکردی. چخل شد با این دامولا دل بستی؟ اپا جان، این عشق است. پس چرا من در چشمانت عشق را نمیبینم؟ یگان ذره. اپا جان، عشق تنها برای شما است مگر؟ شما به یک پلیس عاشق شده میتوانستید و من به یک دامولا عاشق شده نمیتوانستم؟ این رو ببین گپ رو چطور عوض میکند و این چه علاقه دارد؟ از پشت کی و چیکار کرده ایستاده ای نمیدونم، اما میفهمم. در نظارت منی زهرا. هیچ چیز رو از او پنهان کرده نمی شود. این طور شدنش ممکنه. دامولوزیو چخیل با این دختر خانه دار می شود. اپای نشیده. خدایا توبه. دخترم چرا تو باور نمی کنی؟ آنها خانه دار می شوند. این عمیق آوازه است. دامولوزیو به او حیف می شود. به دامولوزیو یک دختری قد بلند زیبا مثل من موافق می آید. حالا هم آوازه می گوید. دخترم من خودم شاهیدم، با چشمانی خودم دیدم. آقای اکرم به همه اعلان کرد. آخر آنها به نزدیکی خانه دار می شوند. به خدایا توبه. داملا رو میجوی زهرا؟ بله. به مسجد رفت. همینطور. مایلش تشکر زیاد برای کار. رحمت دخترم. حالا من همه حیلت رو میفهمم. هجری، این استاد تو زیاد با عروس زمانوی یعنی زهرا خانه‌دار میشود. تو چی میگویی به این کار جایز است؟ استاد باید میپرسم. کدام استاد؟ دامولوزیو.
چرا از او میپرسی؟ داملا البته این رو جایز میگوید. این طور باشد نمیپرسم. با خدا با داملا گپ ندارم. از داملا همه چیز رو انتظار بودم، تنها این رو نه. ای بچه پیشکی حکم نبرارید، شاید آوازه دروغ است. بله این آوازه است. سلام علیکم بابایی گلام. اگر وقت می داشتید کمک درباره توی گپ می زدیم؟ البته گپ می زنیم. مرحمت بیا، رفته در مغازه شیرینی ها صحبت میکنه. سلام داملا. السلام. از این داملا همین رو انتظار بودیم. الکه دین و نماز و ایمانش رو گذاشتم، با معشوقش دست به دست سیرگشت میکند. ایرج برادر تومت نکن، گناهی عظیم است. داملا هم آدم است، او را فهمیدن در کن. تشکر زیاد. این دختر این داملا رو جادو کرده است. او برای میراث آقای اکرم رو به دست آوردن این کار رو میکند. این چی گپ خودش؟ داملا زیو اصلا این طور کار نمیکند. گناه هست، گناه. یک چیز رو ندانسته تهمت نکنی. جادو بودنش رو نمیدانم، اما به مثل زهرا دختری بای و جوان با داملا زیو خاندار شویش بسیار حیرت آور است. چرا حیرت آور بوده است؟ زهرا هم بزرگی داملا زیو را دیده است. به همتان میگویم که داملا زیو مانند زهرا دختری ارکه را حالا میبیند که آدم میکند. شاید برعکس شود. شاید زهرا داملا زیو را عوض میکند. از این دختر همه چیز رو انتظار شدن ممکن است. سوا زهرا با تو چی بدی کرده است که این طور میگویی؟ کنی فهمان؟ یا که دخترم داملا زیو را برای خودت خواسته بوده. خوش آمده داملا. خوش باشد خانم. ما همین خبر رو نفهمیدیم، هممون خرسند شدیم. خدا همه رو به این روز رساند. تشکر زیاد، بسیار همین ندار هستیم. خدا از شما راضی باشه. زهرا جان دخترم، تو در کودکیت به اینجا برای شیرینی خوردن می آمدی، حالا باشه برای کاری خیر و انجام دادن آمدی. بخیر باشد. به یک دیگرتون بسیار زیبنده اید. خداوند از چشم بد نگهبانتون باشد. تشکر زیاد. با اشتهایتون. لابایونال. چخیل است عزیزم، تو را بسیار یاد کردم. حاضر گپ زده نمیتوانم. چخیل من از او بخشش میپرسم. سردارم من اومدم که این را از نظارتخانه برآورد. باید او یک روز در آنجا میماند. سردارم این طور نیست. لیوان با فرمان وزیر با امنیت به کار میدراید. پسرم وقتی شوخی نیست، او را زود گرفته به نظارتخانه برید. سردارم من عریضه او لیوان برای پلیس شدن با وزارت حجت‌هایش را سپریده قبول شده است. پسرم این چه سفسطه است؟ سردارم او را به شعبه ما به کار فرستادند. این ناممکن است. این ناممکن است. سردارم دلها نزدیک بود، باز نزدیکتر میشویم خدا خواهد. چای؟ داملا زیو. لابای. به شما یک چیز رو گفتن میخواهم. مرحمت.
اپام درباره ازدواج ما بسیار شبهه کرده ایستاده است. در نزد وی اگر با دقت‌تر می بودیم باز هم خوب می شد. حتی هنگام اینجا آمدن مرا تعقیب کرد. از همین سبب در کوچه نام شما رو بلند فریاد کردم. لطفاً از من نرنجید. نه، مشکلی ندارد. یعنی من هم در موضوع دقت از شما خواهشی دارم. یعنی در بین مردم از دست انداختید خودم را ناراحت حس کردم. التماس به این دقت دهید. ببخشید مرا، من هم چیکار کردنم را نمیدانستم. از همین سبب شما چیکار میکنید؟ داملا خوب هستی؟ داملا عذر مرا ببخشید. یکیش عذر. زیاد جان خوب هستی؟ خوبم، من خوبم. داملا چی شد؟ خوب هستی؟ خوبم. من زود با شما یخ بیارم. تمام. سوخته کرده ایستاده است؟ کمی سوخته ایستاده است. گرفت. با اجازت من باید به نماز بیروم. تا بازدید. ای پسر، اگر کلتا کلاس رو یافته نآورد با جای کلاس شما را جزا میدیم. خوش آمدی چقدر؟ خوش باشه دکه. چی شد؟ غمگین مینمایی؟ چی گپ شد؟ بله اکه، دوست داشتم با دیگر کس خانه دار می شود. همه کی را میخوری؟ کی بود است تو؟ نابودش میسازیمی؟ گپ نیست اکه، من هم برای همین آمدم. داملایی که دختر را نجات داد کو با او خانه دار می شود. داملا؟ بابا اوف، این کار بزیب کو. چقدر برادر، کسی رو گوی نابود میسازم اما من با آدمان دیندار هیچ کار کرده نمیتوانم. السلام علیکم و رحمت الله. السلام علیکم و رحمت الله. اوه، مرا یاد کردید جانکم. خوش رویه که من مرا پزمان شدید. بازر تو را به سیر و گشت میبره زهرا. ایستا بیو عزیزکم بیو. کنه بیو جانک من، شیرینک من. اینجا بیا پرکنی. آفرین، من خوش رویه که من. کنی اینجا بیا. کنی رفتیم. انا میخیر رفتیم دویدیم. انا میخیر. تیسیس. فاروق تو چه گفته ایستاده ای؟ تولین جان، چرا نخست در تشویش افتادی؟ من نفهمیدم. این بخواتری تو مرا میکشد فاروق. پدرت یک وصیت‌نامه نو تیار کرده ایستاده است. یک فکر کن برای کی باشد. عجبا در عین خانه دار شوی زهرا به این تصادف نگرد. تولین جان، هیچ کس نشنود گفته اینجا آمدیم. خاموش باش لطفاً. از کجا دانم؟ شاید پدرم چرا اندیشه میکنن. ایستا بینیم که چی میشود. با این فکرهای تو روزه میشود که بی خانه و در کوچه میرود. چقدر راست میگفته است. هرچی زودتر به این ازدواج مانع شدنم در کار نباشد همه بایگری به دامولا. تو چه میگویی؟ او این ناممکن است. آنها تو بخورند، ما باشیم کرمی آن را لسیده میشینیم. اجازت نمیدیم. این ازدواج هرگز برپا نمیشود. چه اینقدر بی‌پروا هستی تو؟ گرفتیم.
سگی زیبا کمتر رو گرفته گردانم. نه ترس برگردان نمیارم. خانم زهرا دومالازیو این از شماست؟ وای اینقدر سگ زیبا بوده است. شما سگ دارید مگر؟ در اصل ندارم. این سگ رو از کوچه یافتم. سگ بیچاره کمتر زخمی شده بود. او را گرفته زخمش رو خودم طبابت کردم. ماشاءالله در حال شفا یافت. شیرینک خوب استی؟ حالش خوبتر است. بیا. در یک روز 5 بار با خوراک میدیم. یک صاحبکار محله کمتر پول خیر کرد. من هم در حال برای این سگ خونه چه ساختم. ثوابش رو گرفتم. حالا نه تنها است و نه خنکش میخورد. دومولو در حقیقت ما رو به حیرت گذاشتید. چرا؟ سگ کوچه رو از مرگ نجات دادن بسیار هم رفتار انسانی است. چیکار کنیم؟ حیوان هم مخلوق خدا است. باید به او رحم کنیم. بله. کاش که همه انسان ها مثل شما حیوان دوستار باشند. در اصل میگویند سگ دوست انسان است. کمبودیش همین که بسیار میجکد. بیا آنها را شناس کنیم. البته. جالی کنی با رفیقت شناس شد؟ نام سگ شما چیست؟ ریمبو. چرا نامش رو ریمبو گذاشتند؟ بله یک وقت ها فیلم ریمبو در مود بود. به خاطر ریمبو مادرش نام سرش رو گذاشت. آنها را سرزیهن رفته بازی کنند. مادرش رفت. آفرین. کمک رسانم؟ بله خوب میشد. من کمتر این کارها را نمیفهمم. انا روید اکنون رفته بازی کنید. کنی دومولو نشسته صحبت کنیم می شود؟ البته مرحمت. به محل عادت کرده تمامیستی؟ ها عادت کردم. یعنی محله پر از آدمان خوب است. از این جهت خوشبخت. چه خیلی خوب. کارهای شما چی خیلی؟ اگر خطا نکنم شما ساختمان چی بودید؟ چرا میخندید؟ یگان چیزی خطا گفتم؟ به احوال خودمون میخندم دومالو. اول به این زیباجی ساخته راضی میشویم، بعد شناسایی پیدا میکنیم. بسیار خنده آور. اگر ازدواجمون ساخته باشد شناسایی هم ساخته میشود. من میمورم طراح هستم. بهترین. کمی رو گردیم چی می شود؟ مایلش می رویم. جالی بیا می رویم. ریمبو این بندشون. ریمبو اینجا بیا. کوچو ریمبو
فکرم آنها با هم دوست شدن. ریمبو با جول عاشق شد. بیا رفتیم. راه ریمبو رفتیم. سگی تو ماده است؟ نمیدونم. اگه بختیار گفتی همین طور است. رفتیم ریمبو. جولی رفتیم. این زورو نیست مگر؟ و خدا کی اوست؟ دوست شدند لیکن سگی تو بسیار ناز میکرده است. زهرا سلی حاضر می آیم. دوملو در اصل بسیار خوب شد که با خوردیم. هم دیگر رو باز از نزدیک شناختیم. خوب میشد زود وا میخوردیم. تمام. همه چیز باید حقیقی باشد، همین طور نه؟ بله. برای فهمیدنتون بار دیگر تشکر. استغفرالله. کمک کردن این وظیفه ماست. زهرا نفهمیدم. مرا زهرا گویید. حتی در خانه هم زهرا گویید بسیار خرسند می شوم. فهمیدم. برای حقیقی بودن شما درست میگید. گرچه برای من کمی مشکل است اما چرا؟ شما دو مولایید کو زیا گفتن گویا که ناحرمتی می شود. دیگر راه نداریم. برای حقیقی بودن شما هم باید براحت مرا زیا گویید. فهمیدم. تمامی این طور باشد تا بازدید زیا. تا بازدید زهرا. بله. خدا حافظ. تا بازدید ریمبو. صبر کن. خیلی که میبینم با دامولا بسیار هم وقتی خوش گذرونده ایستاده ای. تصادفاً بخوردیم. من هم حیران شدم. بله. سگی که در برش است سگ کوچه بوده است. دامولا او را نجات داده او را تبابت کرده است. چقدر دامولای عجایب بوده است. به یگان دامولای دیگر مانند نیست. دامولای بسیار میشناسی زورا جان؟ از کجا میدونی؟ شاید همش را میخیلم. این دامولا رو بالا نمیشناسیم، اما در اصل دیگر خیل مینماید. ای زورا، اگر او تو رو نگیرد به شوهر میمونی. بیا. ریمبو برای تو هم عروس یافته. باز نگویی. بیا ببین اینجا. بیا ریمبو. باز از پشت من نوی. فهمیدی؟ راو کنی. چی ایستاده؟ راو گم شو. نمیفهمم. من اویله دارم. کمتر مهربانی کردم از خود نرو. راو میگویم. گم شو. راو گم شو. دف شو. چیکار کرده ایستاده اید؟ خانم بتول. شما چیکار کرده ایستاده اید؟ هیچ کار نه. چیکار کردم؟ با چشمم چیکار کردن تو دیدم. چیکار کردم؟ شما از حیوانی بیچاره چی میخواهید؟ اون بیگون که ضرر نساد که شما رو میرونید. باز دامولو است. با مردم چه نمونه میشوید؟ اما خانم بتول هیچ گپ نشده. شما یک لحظه ایستید، من وضعیت رو با شما میفهمونم. مایلش گوش میکنم. مرحمت. سگ از پشت من آمدن گرفت. برای لباسان رو بنواز نکرد. سنگ رو پرتافتم که تا که رود. تا نرفت. برای ترسوندنش؟ نه. یعنی تهدید کرده؟ نه. و جای مهربانی کردنتون سگ بیچاره رو ترسوندیده؟
حیف شما در حقیقت حیف شما. نه خانم بتول، ببینید من شما رو دیگر خیلی فهمونم. اینجا باغ است، در اینجا کودکان بازی میکنن و وقتی که سگ از قفای من آمد برای به کودکان هجوم نکردنش، برای یگان حادثه ناخوش رخ ندادنش او را با خودم گرفته بعد راندم. فهمیدم. شرم نداشته باز دروغ میگوید. اما دروغ با ایمان یک جویا شده نمیتواند. دروغ و دشمنی خداست. اما خانم بتول ببینید یعنی من این سگ را میشناسم. این سگی محله ماست. کودکان با دستانی خودشون به او خوراک میدهند. خانم بتول گوش کنید، شما مرا میدونید چی؟ سگ دوستی وفاداری انسان است، اما شما باشد او را راندید. شما چقدر داملو هستید؟ آبا این دختر رو ببین، ایستاده مرا دشمن حیوان برآورد. با خدا حیران موندم. یک کاری ناجا کنم در حال پیدا می شود. همین هم کار شد. خوش آمدی دخترم. خوش باشد مادر. باز چی گپ شد؟ چرا غمگینی؟ دامولا باز عصبی هم کرد. دخترم با این دامولا چی سر به سر میشوی؟ تو دیگر کار نداری؟ مادر جان یک چیز رو ندونیسته چرا او رو مفیدت میکنید؟ یک سگ بیچاره کوچگی رو میترسوند. ناگاه مرا دیده از راهش گشت. باز شر نکرده دروغ میگوید. توبه گوی دخترم، یک دامولای کلان مگر دروغ میگفته است؟ مادر جان لطفاً. 1 2 3 هجر جان پسرم، آواز بلندگویک رو بلند کن که تمام محله شنود. محترم جماعت مسلمین، امر معروف امروزمان درباره حیوان‌های بیکس و تنها و سگ‌های کوچکی میباشد. حالا از شما سوال میپرسم، مگر این حیوان‌های کوچکی و بیکس و تنها را خدای تعالی نافریده است؟ جواب دهید جماعت. همین طور نه؟ بله دامولا همینطور است. البته همین خیلی است. و حالا باید این صحبت بکنیم، آیا وظیفه مسلمان با چنین حیوان‌ها یاری دادن نیست؟ در کوچه سگ‌های بی‌سویی بسیار است، با آنها خوراک دهید، بی‌طرف نباشید. التماس با این اهمیت جدی دهید. ببینید در زمستان شما در خانه‌های گرم و زیبای خود با راحت خواب می‌روید، اما حیوان‌ها در زمستان خنک از خنکی خوابشان نمیبرند و بعضی دیگرش ممکن است که بمیرند. پس با اینها ما باید دقت جدی دهیم. ای مردم، اینقدر خسیس نشوید. کمتر آب روان، 1 دانه نان، 2-3 دانه استخوان، کمی پنیر، اقلا پس مانده خوراک را برده با حیوان‌ها دهید. فهمیدید؟ با این کار دقت دهید، جدی باشید. اگر خواهید با حیوان‌ها کمک کنید، پس مثل من با آنها کمک کنید و ثواب گیرید. مثلا در محله همون یک سگ یتیم هست که نامش ریمبو است، با او کمک رسانید. لطفاً با این کار اهمیت جدی دهید. حیوان‌های کوچه را همیشه دستگیری کنید تا که ثواب بسیار گیرید. حیوان‌ها را دوست دارید تا که انسان‌ها شما را دوست دارند. او یک آدمی ریاکار است. آدمی ریاکار. گناهش را گرفتی، خودت شنیدی، حالا همو را پس میزند. هرچی که عیان است حاجت به بیان نیست. اگر او همه رو فریب کرده تواند مرا نمیتواند. یا خدایا. سردارم اومدم. ای بچه کجا اومدی؟ در وقتش آمدم سردارم. طبقه پلو حاضر باینگه قری هستید، وجدانم نبرداشت، خواستم با شما خورم. مرحمت شینید، شما رو سیر میکنم. ای داد رو از اینجا، حاضر سرت رو میکفانم. فهمیدی؟ ای برادری نصیبی تو بود است. مرحمت. همین خیلی سرمگران کردیم.
صحبت کرده میتوانیم؟ البته مرحمت. من میدونم که زهرا برای بابایم به این ازدواج سراسیمه‌وار راضی شده است. من نمیخوام که او برنجد. خانم خاله، من در حقیقت به خواهر شما عاشق هستم و باور کنید من هم مانند شما نمیخواهم که او برنجد. امید دارم که گفته شما می شود و زهرا دل شکسته نمی شود. امیدوارم. چرا مردم فکر میکنند که ملاها دوست داشته نمیتوانند؟ باز کی باشد؟ تو چه دوملو هستی؟ میراث آقای اکرم را غصب کرده شرم نمیداری؟ از خدا ترس. آن میراث را تو صاحب نمیشوی. خدایا توبه. تو باز چی میگویی امکی بختیار؟ آقای اکرم شما را دعوت دارم. مایلش لباس هایم روی عوض کرده میآیم. مایلش. خدایا این چی گپ خودش؟ شکر رو نمیدهی عزیزم؟ بگیر عزیزم. تشکر. و اینها نگر چه عشق بازی میکنن. دوملا رو ببین با همین بهانه نان و نمک ما رو خورده گشته است. شرم هم نمیدارد. چی؟ مرحمت بگیر عزیزم. تشکری زیاد. زهرا نان و روغن خورده ایستاده احتیاط کن. باز کرته عروسی به تو تنگی نکند. با نشود که دوملو از تو روی گرداند. خانم من زهرا را خیلی که نباشه دوست میدارم. در حق تو هم دعا میکنم میلیس. انشالله به مثل زهرا تو هم خوشدارت را یگان روز پیدا میکنی. خدا نشان ندهد از آنی که ماننده این باشد. شما چه ها میگوید مادر؟ مگر من باید ملوها سر و کار میگیرم؟ کی میداند عزیز؟ زیا پسرم، پدر و مادرت کی به خواستگاری زهرا می آیند؟ میخوام همش از روی رسم و آیین برپا شود و از شناسایی با پدر و مادر تو بسیار بی‌صبری کشیده ایستادم. از شناختن انسانهایی که مانند تو فرزند تربیه کردند افتخار میکنم. با اجازت شما. چی شد؟ ایسی هایتان به اینها چی شد؟ مرا ببخشید دملا. با ایله شما خواهش شناس شدنی بابایم را هیچ فکر نکرده بودم. من هیچ فکر نمی کردم که به این بازی که
ما کرده ایستادیم اویله شما رو هم همراه میکنن. خواطر نشوید، یگان دروغی خوردکه که گفته از این حالت میبرایم. دائم همینطور میکنید خانم زهرا. برای از یک دروغ خلاص شدن باز یک دروغ دیگر میگویید. مولا تنها چی؟ بیادبی کرده باشم عذر میخواهم، لیکن درباره اویله داری من هم حساس میباشم. شما یگانه شخصی نیستید که به پدر و مادر بابای رسیده باشید. دوباره من بسیار عذر میخواهم. نمیدونستم، ببخشید. شما کی اویلت رو از دست دادید؟ 10 ساله بودم. من 7 ساله بودم. برای شما رو غمگین کردنم. من با بابایم صحبت میکنم. انسان هیچگاه فراموش نمیکند زهرا. نمیتوانم. باور دارم که شما هم فراموش نکردید. هیچگاه فراموش نکردم. فراموش هم نمیکنم. بیا هوپ هوپ کنی ایستاد بر کنی کنی گیره چی ایستاده کلتکلان در کجاست؟ در آنجا. میمون بازی نکن. رفته خودت بین. اگر نگویی کلتکلان در کجاست تو رو میکشم. به نام خدا من نمیدونم او در کجاست. زیاد در کودکیش اویله‌اش را از دست داده بوده است. برای همین به او این موضوع بسیار تاثیر کرده است. از این پس ما عائله دامولا زیامی باشیم. تنهایی و بیکسیش را با ما فراموش میکند. شنیدید مرا؟ شنیدید مرا؟ از این بعد عائله دامولا زیا ما هستیم.
به فکرم همه فهمید ها؟ باز چه شده پس؟ تو نمیدونستی زهرا؟ چرا؟ اینقدر چیزی مهم رو چرا با ما نگفتی؟ این خیلی چیزها در رو گفته نمیشد اپای حاله. من میدونستم. تو میدونستی؟ بیا زهرا، من با تو یک چیز رو میگویم. دامولا خانه آمد. به نزدیکی همه میراث را به دست می آورد. تو دهانت کشاده بشین فروخ جان. خواهش میکنم باز هر نکن تولین. یک حالت علم آور را آورده به میراث رساندی. به خدا به تو گپ ندارم. دامولا خودش را بیچاره گرفته به اویله مانده اومد. این دامولا اگر ما رو از خانه راند تعجب هم نمیکنم. تو چی میگویی عزیزم؟ این به میراث یکم علاقه دارد. تو خود کردن گیر فروخ. بعد از رانده شدنی ما بیدار میشدی اما کایها دیر میشود. میدونی برای چی؟ سرت کار نمیکنه. بس است آخر. سرت کار نمیکنه. استاد بعضی آدم‌ها در خانه‌شان قبخان مانده موش‌ها را می‌قپند. حکم آنها در دین چی است؟ بخیر است هجری خانه شما موش داره؟ نه استاد، موش ندارد خانه‌مون. هجری از خانه آدمان خسیس موش‌ها فرار میکنند. هجری از خانه آدمان خسیس موش‌ها فرار میکنند. مرا شاگردی کلتا کلاس میگویند. بی عقل‌ها کی را دستگیر کرده ایستاده اید؟ آنها نمیدونند که من 1 کیلومتر رو در 10 ثانیه دویدم. 10 ثانیه خطا کرده. باشه ها اینجا بیو. اون برادر این آواز شفقت نبود؟ محترم جماعت، یگان آواز شنیده؟ نه دامولا یگان چیز نشنیدیم. نشنیده؟ استاد، بعضی انسان‌ها برای شفای یافتن گوشت سگ بچه میخورند. خوردن گوشت سگ در ضروری روا است. خدا در چیزهای حرام کرده شفا خلق نکرده است. خدا در چیزهای حرام کرده شفا خلق نکرده است. مایلش عزیزم، پس من رو از کارخانه میگیری. بگاهی و میخوریم. عجبا که تو رو از کارخانه میگرفته است. اردشیر کی؟ یک رفیقم، او هم به شب نشینی می آمده است. سلین، بیا همین کارهایت رو به یک طرف گذار. با یک نفر خانه دار شد. چیکار کنم زورا جان؟ کاش که من هم یگان دامولا رو میافتم. سلین، در این شب نشینی رفته نمیتوانم. اگر بابایم مجبور نمیکرد روزی نمیشدم. همش عیبی چغتای. زورا جان، چند روز شد از پشت ازدواجی ساخته مانده شده. ما هم حق استراحت کردن داریم آخر. همین طور نیست؟ خوب، مایلش همش گفته تو شود. دریو، اینقدر لباسی بس کردیم یگان تاش معقول نشد. آخر در مجله این مغازه رو تعریف کردن. چیکار کنم من نمیدونستم. در اینجا عیبی من چی است؟ اینقدر رویم سرخ شده است. تو چقدر کسمتیک استفاده کردی آخر؟ خیلی زیبا شده ای. چقدر است؟ ایستا جواب نده. باز نگوید که زنگی رو انتظار بودی. مایلش لیکن بسیار زنگ زد. الو لابای عزیزم، خوبم، تو چه خیری؟ آوازت رو شنیدم باز خوبتر شدم. با شب نشینی؟ البته می آیم. حتی تیاری دیدم. بسیار پزمانم. چی؟
میگوید که شب نشینی با من یک جویا میشود. مایلش میشود پیشنهاد شما قبول. مایلش عزیزم تا بازدید. مایلش تا بازدید. در شب نشینی با من یک جویا میشود. تو باور میکنی؟ عزیزم بسیار خرسند شدم. با این بهانه دوستیتان زیاد میشود. هم به این بهانه تو را با کارگران شناس میکند. بسیار زور شد این. بله من چی میپوشم؟ حالا آقای اکرم تمامی میراثش رو به دامولا میبخشد. تو باشه در کوچه میمونی. تو چه ها میگویی تولین؟ چه ها میگویی؟ خودش چی گپ در این روزی خورسندی منه؟ به خدا باور نمیکنم. نمیدونی فروخ این دامولا چه خیلی که زهرا رو فریب کرده است. پدرت رو هم فریب میکند. بعد از مردن آقای اکرم خدا را شکر گفته به میراث او صاحب میشود. نه ما باید هر چیز زودتر پیش روی این ازدواج رو گیریم. چرا مانع شویم؟ آنها کودک نیستن. آنها خودشون میدونن که چیکار کنن. تو حالا هم سفسطه میکنی. مایلش عزیزم من با این قراری داده زهرا حیران شدم. این قراری داده او از آخر من چیکار کنم؟ فروخ تو با فکر مرا نفهمیدی. میراث میگویم میراث از دست میرود. نمیفهمی؟ خفه نشو عزیزم اما این همش بافته های تو میباشد. یگام اساسی حقیقی ندارد. فروخ با کجا میری؟ هیچ چیز را نمیفهمی. فروخ حالا صحبتی ما به آخر نرسیده. مادر شما کمی پیش چی گفته؟ شما ما رو گوش کرده ایستاده بودی. خالای تولین مادر همه گپایی که به پدرم گفتید ما شنیده. شنیده باشد شنیدن گیره. مادر این ازدواج برپا خواهد شد. فهمیدید؟ زهرا با این دامولا خانه دار می شود. ملیس شیرین نکن برای خوشبختی تو. نه مادر شما من رو هیچ نفهمیدید. درد شما تنها میراث است. درباره خوشبختی من تماما فکر نمیکنید. زهرا با دامولا خانه دار شده چقدر به تو میماند همین کم فکر میکنید. دختری ساده چقدر اصلا زهرا رو ترک نمیکند. خاموش شنیدن نمیخواهم. ایسا ملیس دخترم. ملیس دخترم درو کشو. مرا به حالمون تنها ماندن میخواهم. ملیس درو کشو میگویم. ملیس دخترم چی شد؟ ملیس درو کشو. رو از اینجا مادر رو. درو کشو. ملیس درو کشو میگویم. تو رو بعد میبینم زهرا. تو رو بعد میبینم. چنگیز تلفن این احمق رو گرفتی؟ نه حالا نگرفتم. یگان کار از دستت نمی آید خر. مرا ببخشید جناب دیگر تکرار نمیکنم. در دهان اینجا بیا. این احمق را تنها گذارید. خوراک هم ندهید تا جای کالتاکلاس را نگوید با نزدش ندرآید. اطاعت سردار. رفتیم. چی شد؟ مرا سردید.